من مینو هستم. عقل یا دل؟ اگه از من بپرسین من میگم دل. کاریه که من تقریبا میتونم بگم 50 سال انجام دادم. دیدم که من چقدر کارهای بزرگ پس میتونم بکنم و کمک حال زندگیم باشم. تا من خودم هم که صبح از خواب پا میشم با خودم میگم حالا که چی؟ به قول معروف هر روز پا میشم ماتیکمو میمالم و مشغول کار میشم. من میگم خب بالاخره زندگی رو باید زندگی کرد. مگه میشه که آدم زندگی رو ول بکنه؟ بعد عکاس میومد تو مدرسه ازمون وسط سال یا آخر سال عکس میگرفت. این کلاس دوم و برادر منم تو همون مدرسه میومد چون مدرسه هم مختلط بود. اسمش اشرت بود که با هم رفتیم عکاسی. باز اینجا من ضرب‌در زدم، نمیدونم چرا مثلا من مشخص باشم. خب پدر مادر روشن فکر من اگه میخواستین من درس خوب بخونم، رشته خیلی خوب برم، خواستگار راه دادن چی بود تو خونه. بازم اون خیلی بزرگتر از من 35 سالش بود ولی گفتن که این برادرشه، قصد زن گرفتنم نداشتی. بالاخره ازدواج ما اینجوری سر گرفت. بر خودتون یه ظرف میوه بچینین، یه میز خوشگل بچینین، یه تنوعی تو زندگیتون ایجاد کنین، ببینین چقدر روحیتون عوض میشه.